سلام. سلام. خوبی شما؟ ما یه بعد از فکر کنم گذشته یه تایم مثلا 2 3 ماهه دوباره برگشتیم به این پادکست تورمون و ویدیوکستمون رو دوباره شروع کنیم. ایشالله که بچه‌ها خیلی تمیز و دقیق باشن. یه شلوغی‌های کاری بود و جنگ و وزارت داستان. الان دیگه در خدمتتون هستیم. خیلی عالی. خب امروز می‌خوایم در مورد دو تا کشور صحبت بکنیم، یکی ایتالیا و یکی هلند که اخبار مهاجرتیش رو با هم پیش ببریم. آره. آه، شما تو بلندتر هم حافظه خوبه اتفاق. اوکی. آره. بعد نکته که هست، اول بریم سراغ ایتالیا. توی این مدت سفارت ایتالیا باز شد. برای پرسه تحصیل اقدام کردن بچه. داستانش چجوری بوده؟ سفارت ایتالیا برای کورسایی که در واقع به زبان انگلیسی ارائه میشن باز شد و خدا رو شکر ما طبق تجربه توی 2 روز اول وقتا رو گرفتیم، چون کلا 1 هفته باز بود و در حال حاضر هم که صحبت می‌کنیم بسته است، یعنی دیگه نمیتونید اقدام بکنیم برای وقت سفارت. برای کورسا به زبان انگلیسی. انگلیسی. اوکی، یعنی ایتالیایی هنوز بازه. اگه کسی ایتالیایی میخواد بخونه میتونه اقدام بکنه. دکترای کسی پذیرش گرفت یه موقعی میتونه، و همیشه بازه. این داستان. و به غیر از اون در مورد ایتالیا اخبار جدیدی که داریم اینه که در حال اقدام برای بورسیه استانی هستیم من که یه خبرم بهت میپرسیم. بگم، ما چیز گرفتیم این هفته. یعنی همین امروز، نه دیروز، امروز ویزاش گرفت. دیروز ویزا، اولین ویزای امسال ایتالیامون اومد. بله. یعنی با این داستان جنگ و وزارت داستانی که بود، بنده خدا دیگه ویزا، یعنی سفارت شروع به کار کرد و مصاحبه کرد باشه تا ویزاش بیاد، شد دیروز. بله. اینم یه خبر خوب جزو بسید. کسایی بودن که پاسپورتشون خالی برگردونده بودن آره دیگه. آفرین. یعنی توی جنگ به بچه‌ها زنگ زده بودن که بیایید برید وزارت خارجه پاسپورتتون بگید. یه موقع اگه میخواین از ایران برید بیرون به خاطر شرایط، بله. مثلا پاسپورتتون پیش ما نمونه. یه داستان اینجوری بودن. حالا خدا رو شکر که گرفتن. خب یه توضیح در مورد بورسیه استانی کوتاه نه بهمون این میدین؟ سفر تموم شدیم الان. آره اوکی. دیگه. اوکی. رفتای همینه. فقط ایتالیایی من اینو گفتیم فقط واسه بگم، دیگه. سفارت مثلا توی یه هفته بسته شد. توی مثلا هلوش مثلا یه هفته به قول تو بسته شد. ما بچه‌ای که الان دارن میرن سفارت، الان ما امروز چند شنبه است، 1 مرداد 23 جولای و چهارشنبه، و تو بچه هایی که رفتن تا آخر جولای فعلا وقت داده سفارت ایتالیا بهشون. و این وقتی هم که بهشون داده، تا آخر جولای داده، تا هلوش همون روز مثلا سه شنبه باز شد، چهارشنبه تا 11 و نیم صبح هر کی که درخواست وقت داده تونسته بله. بره فعلا و مدارک تحویل بله. بده، یا میره در آینده نزدیک و میده. حالا تو تایم بعدی ها بریم که تو چه بازی باز میشه، که احتمالاً تو اپیزود بعدی دربارش صحبت کنیم. بله. اوکی. این تا اینجای کار. بحث دیگه، ایتالیا بورسیه استانیش باز شده. اوکی، یه بازه اقدامش. اول من توضیح بدم، یه تو میخواد ددلاین بگی. نه توضیح بده بدونن که چی اوکیه. هستش بعد ددلاین رو میگیم. اوکی. بورسیه استانی چیه اصلا؟ حالا خیلی‌ها که میدونن، ما مثلا 7 8 سال پیش که کار میکردیم میخواستیم بگیم آقا شما میتونی با یه سری مدارک بورسیه بگیری، میگفتم با اصلا امکان پذیر نیست. ما 8000، اون موقع بود 5200 یورو، 5200 یورو مثلا به ما میدن، و اونم با یه سری مثلا فیش حقوقی و کاغذبازی. بعد ما گفتیم آقا میشه بیا سایت دانشگاه رو ببین. یعنی مثلا یه جلسه مشاوره دو سومش به این، به اثبات گرفتن بورسیه استانی میگذشت، که آقا نمونه هامونو ببین، ویدیوی مثلا دانشجومون ببین، فلان هزار تا داستان دیگه. ولی الان دیگه خیلی دیگه میدونن، و ترند هم حتی توی این 2 3 سال اخیر با لطف بلاگرایی که رفتن، یعنی دانشجوهایی که رفتن ایتالیا بلاگر تحصیلی شدن، خیلی دیگه میدونن. حالا هم خوبه هم بد. حالا نکته ای که هست برای بورسیه استانی چیه هستن؟ با مدارک مالی سرپرست خانواده. یه بورسیه‌ای که بر اساس نیاز، اصلا ربطی به شرط تحصیلی شما نداره، بر اساس نیاز این بورسیه رو به شما میدن. چه چیزی به شما میدن؟ تحصیلتون رایگان، سالی 8000 یورو هم تقدیم حضورتون میشه. این خیلی فوق العاده عالیه. و میتونه خوابگاه رایگان هم برسه. خوابگاه سال اول به 30 40 درصد بچه ها میرسه، در صورتی که خوابگاه برسه اون پول نقده کمتر میشه یه چیزی هولوش مثلا چیزی هولوش مثلا 4 5000 یورو. نکته دیگه ای که واسه بورسیه هست، شما باید یه پیش بینی هزینه داشته باشین. درسته تحصیل رایگان، درسته 8000 یورو دارین میگیرین، ولی باید یه مبلغی پیش بینی کنید. چرا؟ برای اینکه شما مثلا اواخر شهریور وارد میشین، پرداخت بورستون میشه اواخر آبان، اواخر آذر، یا هفته اول دی حتی. بستگی استانی که میرید باز متفاوت میتونه باشه. پس باید واسه این چند ماه ابتدا یک پیش بینی هزینه بکنید. به صورت کلی بخوام بهتون بگم 4 5000 یورو باید در نظر داشته باشین در کنار بورسی استانی. چه مدارکی؟ پدر مادر، اگه یا خود یا پدر مادر میشه سرپرستتون، یا خودتون دیگه سرپرستتون هستین. مدارکات چجوریه؟ فیش حقوقی، یعنی میزان درآمد شما مشخص شه، اگه خونه دارین چند متریه، اگه مستاجرید به چه صورتی، و بقیه چیزا. اوکی. این مدارک رو بعد ارائه بدین که بتونید این نوع بورسیه رو بگیرین. یعنی چیز عجیب غریبی نیستش بابت این موضوع.
خب توی ویدیوهایی که در واقع توی کانال یوتیوبمون داریم مدارک رو یک سری از استان‌ها رو اگه اشتباه نکنم به صورت دقیق گفتیم و میتونید اونا رو ببینین. اگر استانتون مرتبط با اونا باشه دقیق گفتیم که در واقع چه مدارک رو باید ارائه بدین. خب الان تاریخ ها و ددلاین ها رو بگم. آره ممکن. اوکی. الان بورسیه جاهایی که در واقع بسته شده صرفا روم هستش، یعنی استان لاتسیو، دانشگاهایی مثل ساپینزا، رومتره دیگه، تور برگاتا، تور ورگاتا کاسینو. و کسی. و استانهایی که باز هستش خود دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، دانشگاه میلان، چون دو تا پروسه کاملا جداست این دو تا دانشگاه هستن. دیگه کجا بازه؟ ارگو بازه، ارگو یعنی میشه میشه کجا؟ بولونیا فررا، پارما و فررا. و و مثلا مودنا هم هست. بله. اه، م، استان جنوا چی بود اسمش؟ ام- استان جنوا چی بود؟ امیلیا. امیلی رومانیا که میشه همون استان ارگو. نه جنوا رو یادم نیست اسم استانشو، ولی اگر برای در واقع مثلا آلیسیو که دارن اقدام میکنن مثلا جنوا تا آخر جولای باز پرسه بله. آنلاینش رو باید انجام بدن و درخواست عدد ویزا و اینا رو بدن. بله. و همچنین دانشگاه تریسته هم بورسیه‌اش باز هستش، میتونیم اینا رو فعلا اقدام بکنیم. اکثر ددلاین ها هم تا اوایل و اواخر آگست هستش، اواسط و اواخر آگست هستش. به جز در واقع بخوام بهتون بگم دقیق بگم تاریخ رو. اوکی. دانشگاه پلی‌تکنیک میلان تا 6 آگست میتونین اقدام بکنین و استان ارگو تا 30 آگست میتونین اقدام بکنین و دانشگاه جنوا که تقریبا رو به اتمام هستش تا آخر جولای و همچنین میلان که تازه باز شده تا 21 آگست فرصت دارین و برای تریسته هم تا 27 آگست هستش. خیلی عالی. پس ددلاین رو میدونیم که تو این زمان بعد اقدام بکنیم. اوکی. بله. ایتالیا فعلا اینا رو صحبت کنیم، فکر کنم کافی باشه. بریم سراغ هلند. هلند حالا همین الان که داریم صحبت می‌کنیم یه ویزای یکی دیگه از دوستایی که ما اقدام کردیم امسال واسهشون همین الان اومد، من نوتیفش رو دیدم و اینجور چیزا. حالا جالبه. سفارت هلند باز شدش، یعنی همین امروز هم که داریم باز با هم صحبت می‌کنیم که یکی مورد داده واسه کل، یعنی سفارت هلند یکی از سفارتایی که دیرترین وقتا رو باز کرد بعد از جنگ. یعنی امروز باز شد واسه کل مثلا یه سالم بازه. بچه‌ها دارن وقت میگیرن. یه نکته داره. نکته این که ولی تو خود جنگ هم بچه‌ها ویزا گرفتن. چه جوری پروسه ویزای هلند آنلاینه. یعنی شما بعد از اینکه مثلا دپوزیت دانشگاه یا هر تیوشن دانشگاه رو پرداخت می‌کنید، تمکنشون میدید و اینجور داستانا، یا اینکه به حساب دانشگاه هزینه زندگیتون هم واریز می‌کنید، به صورت آنلاین واسه ویزاتون اقدام میشه و اداره مهاجرت هلند یه چیزی هولوش مثلا یه ماه اینا طول میکشه جواب ویزاتون بیادش. خیلی از بچه‌ها داشتیم دانشجو که الان رفته آنکارا، الان مثلا ویزاشو پیکاپ کرده و اونجا کارشو مثلا جلو برده و از اونجا مثلا رفته هلند و آمستردام. و خب شما هم یعنی داستانی که دوستانی که یه بودجه مثلا بالای 20000 یورو 25000 یورو دارن، هلند یکی بهترین جاهاست واقعا، که هم اقتصاد قوی داره، هم ویزای 100%، هم حتی اگه این مشکلات باز به وجود بیاد بسته نمیشه سفارتش اینجور داستانا. همچنین پروسه اقدام تا ویزا شدن واقعا خیلی 80 طولانی آره نیستش. 80 روز. الان مثلا دانشگاهی هست که مثلا 5 بار 6 بار مثلا در سال اوپنینگ داره، یعنی دقیقا. ورودی داره و هر موقع که اقدام کنی میتونی تو 80 روز دیگه مثلا ویزا بگیری. یعنی الان اقدام کن بچه‌ها کلش مثلا اواخر آبان آذر میتونن ویزا دستشون باشه بله. و فوق العاده است به نظرم اگر واقعا این بودجه رو بودجه‌شو داری. داشته آره باشین. حالا واسه بودجهش هم ما یه راههایی داره. به قول اون آقا، یه تاکتیک‌های ناشناخته‌ای داریم. تماس تلفنی شما میتونیم بگید. آره میتونیم از رمز ناشناختگیش استفاده کنیم و واسهشون بگیریم و تمکنش هم اینجور جور شه. یعنی اگر شما مثلا هزینه یک سال تحصیل رو دارید و مثلا 3 4 ماه زندگی رو میتونیم با کمکتون کنیم که ویزای هلند رو حتی بگیرید و اونم تو سریعترین حالت ممکن با یه آیلتس 6 بله. حداقل. حالا بیشتر دانشگاه ها 6.5 میخوان، اینا داستانش جداگونه است، ولی اینو در نظر واقعا داشته پروسه که هم سریع هم 100% مطمئنی دقیقاً. که به ویزا و بورسیه میرسید، به ویزا و در واقع پذیرشتون میرسید. دقیقاً. این داستان هلند که الان بچه‌ها که میخوان برن، هم پروسه لگالایزیشنش هم ارزم به حضورتون که پروسه وقتش رو برای داستانش باز شد. این تا اینجای کار. ما حالا سعی می‌کنیم هفته دیگه دوباره دربارش صحبت کنیم. هفته دیگه می‌خوایم درباره ویزای همراه هلند صحبت بکنیم با هم که چجوری میشه ویزای همراه گرفت، چجوریه اجازه کارا چجوریه و اینا، که بچه‌ها حتما می‌نویسن که ما یادمون نره. یه هفته دیگه درباره این موضوع صحبت کنیم و در مورد کشورهای دیگه ویزای همراه و اجازه کار و تمکن اینجور داستانا سعی بله. کنیم خورد خورد بگیم. دوستانی هم که دوست داشتن حتما کامنت بذارن توی، حالا یا دارن توی
پادگیراشون گوش میدن یا اینکه دارن تو یوتیوب ما رو میبینن، کامنت بذارن که هفته دیگه در موضوعی که اونا میخوان باز صحبت کنیم. دمتون گرم. سوالی هست؟ دیگه نه، اگر راجع به بورسیه استانی هم سوال داشتین میتونید تو کامنت ها بپرسین، حتما جواب میدیم. آره مشاوره هم رایگانه. میتونید give me.visa تو اینستاگرام سرچ کنید، تو پیجمون رو ببینید، حالا کانتنت های خوبی زحمت میکشن هستش، اونجا میتونید استفاده کنید، نمونه های موفقمون، و اونجا میتونید فرم مشاوره پر کنید یا وارد سایتمون بشین givemevisa.org. میتونید اونجا گوشه سمت چپ مشاوره رایگان داره میزنید، فرم پر میکنید و تو اون روز و ساعتی که شما مد نظرتون هست با شما تماس میگیریم. دمتون گرم. من خیلی دیگه مالی. خسته نباشید. قربون شما، خدا. ممنون.